الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز هم که باشد بنده تصمیم گرفتم در اطراف یک احادیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان سازم. این حدیث هم من شما را هوشیار می سازد به دلالت کردن به کاری نیک، همچنانه که الله مهربان من شما را در سوره مائده امر به آن میکند که ما همدیگر را در کاری نیک باید کمک کنیم، نه در کاری بد. همچنین این حدیث بیانگر آن است که ابی هریره رضی الله عنه روایت میکند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما خبر داد شخصی که دعوت میکند مردم را به یک هدایت، یعنی به یک کاری نیک، به یک عملی نیک، به یک گفتاری نیک، کان له من الاجر مثل اجوری، می باشد از بر هم بنده مثل اجر اون کسی که هدایت هم بنده را میپذیرد، یعنی صحبت هم بنده را قبول میکند. وقتی شما در یک مجلس نصیحت میکنید، در اونجا انسانهای بینماز هستند یا انسانهایی هستند که از سطر حجاب درک ندارند، یا انسانهایی هستند که از فضیلت قرآن درک ندارند، من بعد صحبت شنیدن چکا میکنند؟ عوض میشوند، یعنی قرآن خوان میشوند، نماز خوان میشوند، اصلاح میشوند، باز رفته دیگر انسانها را قرآن خوان و نماز خوان میکنند. ثواب همه همونها هر عملی نیکی میکنند مثل همون شخصا، همین انسانی که مردم راهنمایی که از یعنی دلالت به کاری نیک کرده است، همون ثواب میگیرد، همین انسانی دلالت کننده. نه اون ثواب کم شود از عامل، یعنی اون انسانی که تعلیم قرآن میگیرد ثواب او هم کم نمیشود، یعنی اون انسانی که نماز نمیخوند بعدا نماز خوان میشود یا قرآن خوان میشود یا زندگی را میآموزد یا یک کسب خوب میآموزد، در همون عمل اگر بالفرض کردیم 100 ثواب بگیرد، همون انسانی که همین را دلالت به همین کار خیر کرده است همون هم 100 ثواب میگیرد. در دوام حدیث میگوید پیامبر و من دعا الی الضلالة، و شخص اگر مردم دعوت کند به ضلالت، به گمراهی، به گناه، کان علیه من الاسم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثام شیئا. یعنی یک انسان امروز مردم دلالت میکند به شبکه های حرام تیار کردن، مرد زن جمع کردن یا طرز کانال تیار کردن، فیلم های حرام، زنای برهنه را تیار کردن به دیگر انسان ها می آموزونه، مثل همون انسان هایی که همون کانال ساختن و همون فیلم های حرام، نوارهای حرام، قمار بازی را یاد دادن، چقدر گناهی که بگیرن، همون گناه خداوند در بالای سر این انسانی که همین کار یاد داده است هم گناه نوشته میکنند. نه اینکه از اون گناه اونها کم شود، بلکه اون انسانی که همون گناه میکند 100 گناه بگیرد، همین انسانی که دلالت کرده است همون ها را یاد داده است همین هم 100 گناه میگیرد. اگر همون انسانی که قمار بازی را به دیگران یاد میتید در شبکه ها، اگر 1000 گناه بگیرد، همون انسانی که دلالت کرده است همین کار را برپا کرده است همون هم 1000 گناه میگیرد. امروز نظر کنید ما جامعه مسلمان ها الحمدلله میگیم مسلمان هستیم، با زبان بلند میگیم خدا را دوست میداریم، پیامبر را دوست میداریم،
لیکن نظر که امروز 70% مسلمان 70% مسلمان ها مقصد در کار حرام هم دیگر را کمک میکنند. کم ای مسلمانی که در کار خوب در یک امر نیک دست هم دیگر را بگیرند. اگر یک کمک کردن یک برادر یک خواهر باشد تحقیرها از هر طرف سر میشود، لیکن قماربازی باشد، زنهای فاحشه باشد، یگان بگیم نوارهای حرام باشد، مردم بس او جلب میکنند، مردم اون گناه نوارها را دستگیری میکنند. به همین خاطر فراموش نکنید اگر نوارهای نیک، عملهای نیک، تربیه نیک، نصیحت نیک به دیگران رسوندین ثواب در نامه اعمال شما نوشته میشه. همچنین که انسان عمل میکنه و اگر کاری بد رو بعد خودتون گذاشتین و به دیگران همون کاری بد یاد دادین، همون بعد از دنیا رفتنتون همون انسان هایی که همون کاری بد میکنن گناهش در شما رفتن میگیرن. به همین خاطر فراموش نکنید. الله تعالی همه ایمان شما را برای راست هدایت کنه و از این گمراهی و ضلالتی که امروز مسلمان داره فقط از پای مال حرام، از پای فتنه، از پای عداوت، از پای کارهای حرام است. الله تعالی همگی من شما را برای راست پیروی به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موفق بگرداند. آمین.